چی باید گوم در همین نوار، در همین عکس؟ چی باید گوم؟ کی را ملامت بکنیم؟ از کی گیله بکنیم؟ سرای اینا چی است؟ یک نفری گمانبر، آیا اینا گناه کردن یا که نکردن؟ گمانبر در همین قضیه نه؟ یعنی الکی حالا سود تحقیقات گذرانده ایستاده است که آیا اینا واقعا گناهکار اساسی بودن یا که نه، یا که به تهمت اینا رو بازداشت کردن. گمانبر اصلا احتمال زیاد داره. ببینین یعنی دقیق و حکمی دقیق برآمدگی نیست. از جانب تاجیکستان هم این قضیه را تحقیقات گذراندگی نیستن که آیا واقعا این جوان ها دست به این کار زدن یا که در حقیقت تهمت بود. ببینین یک بار این نوار عکس ببینین، سیمای هر یک تاجیک در چهره اینا هست، سیمای دردی هر یک تاجیک در چهره اینا هست. ببینین حالت ها ببینین، یعنی جوانی 17-18 ساله است. این را ببینین، خدا قسم انسان باشه اگر جگرت پاره میشه وقتی یک هموطن تا، یک برادر تا، یک هممیهن تا میبرند به تهمت، به دروغ، به این حال میارن، سرش خم میکنن. مثل یعنی در دهات عادتا قشقارها، گوسپند و بزها را این گونه سراشون میتراشیدن. با چه دهاتی هستن میدونین که چی گونه هسته، یعنی سراشون تار سارس کفیدگی است، شاید احتمال داره. ولی در اصل ببینیم اگر چون هر یک ما و شما میدونیم که گوسپندها را یا که همون چارپا را بگین با همون قچهای آهنی بزرگ همین گونه سراشون میتراشیدن. یعنی ما و شما را در قدار چارپاها اینا آوردن. کی آورد؟ دو جانب آورد. در برابر حکومت روسیه، حکومت رحمانوف هم 100% در این جنایت شریک است. 100% شریک است. من نمیگم 1%، 5%. اگر امروز مقامات های روس برای این ملت دست به تحقیر، دست به تجاوز، دست به آبرو، به عزتی میزنه، در برابر اون مقامات روس، مقامات تاجیکستان هم 100% دست داره. یک عکس العمل یک مقامدار در همین قضیه نشان بدین که چی گفتن، در کدام نهاد، در کدام دادگاه، در کدام وزارت، در کدام ساختار، در کدام نمیدونم جلسه از این قضیه حرف رفت که ما باید این قضیه را بآموزیم، تحقیقات گذرانیم. اصلا نوارهای آماده شده به این جوانها، کاری که در اونجا هست چند نفر 200 نفر زخمی شد، یک مکانی تجارتی به آتش رفت، هیچ ربطی هیچ درست نمیگیره به حال اینها. باید 3 ماه آخری کار و فعالیت اینها را شما تحقیقات بگذارونی، دوربین های بی خطری باید نگاه بکنی، مکان زیستی یا باید تحقیق بشه و پدر و مادر یا باید پرسان بشه و آخران روزه که که چگونه مبلغ ارسال کردن به تحقیقات بگذارنده بشه و 10 ها کاری تحقیقاتی است که باید بالای جوانا با آموزه که آیا واقعا اینا دست داشتن یا که نه. چرا اینها این کار را نمیکنن؟ چون اینا متاد غلامی روسن. این مقامات های روسی تاجیکستانی ما، رحمانوف خودش فروخته شده است، تا کبیر و وزیرش همه اینها فروخته شدن، داده شده های روس هستند. اینا را انتخاب شدن روس هستند. اینا زیر سایه روس میچرخن و این قدر ظلم و ستم میکنند و اینا این غیرت ندارن. اینا هیچگاه این غیرت نداره بالای ملت قدر فشار بیارن. اینا میدونن که 201 دیویزیا مفت بدون کدام سرمایه در تاجیکستان خورده خواب است، اونا دفاع کننده اینها هستن. یا 100% میدونن که دیومین منه که همو بعضی که از روسیه بیرون در تاجیکستان خفته از 201 دیویزیا، یا میدونن که یارو کی حفاظت میکنن. اینا برای چی در قدر بلند گپ بزنن، این قدر بلند فشار میارن، کسی را میخوان زندان میکنن، کسی را میخوان میکشن. برای چی؟ برای میدونن که در پس اینا روس ایستاده است، کشوری ابرقدرت حفاظت چون میکنه، یا وابستن یا فروخته شدن. هر کاری را که میبینن تاجیک بالای گمانبرش میکنن، صدا بلند کردن نمیتونه. برای چی؟ اگر صدا بلند کردن یا لجامش میکشن، اما اسپر که لجامش میکشه، یا اما 4 پا هستن، یا در سیمای 2 پا اومدن ولی اصلا فکرانیشون، دیدگاهشون، منقور شدنشون، غلامیشون 4 پا هستن. این سگ است که رام بشه به انسان. هر کاری که میکنه، هر کاری بگوی میکنه، بشین میشینه، بخور، خواب کن، سلام کن، یا عینی همون شکلن. و ایلا وقتی دیدنی تو این منظره، یک هموطنت، یک میهنت، یک جوان مرد، یک جوانی تاجیک وقتی میبینی که به این حد ازدواج ساز میکنه، یعنی که به این حد بالاش پسترین عمل انجام میتین،
یک عمل دیپلماتی نشان باید بتین. بگذار جنایتکار باشه، اما جنایتکار در نزد قانون باید جواب بده، نه اینکه به این حد باید جنایتکار باید نشان داده شود در شبکه‌ها. نباید این گونه باشه. اما چون ما خاموشیم، چون مقامات فروخته شده ما خاموش است، چون ما صدا بلند نمیکنیم، چون روس میبینه که ملت تاجیک یک ملت غلام گشته است، در تاجیکستان هر کاری کنی بالاش فشار میارن، در روسیه ما هر کاری براش انجام میدیم. چون اینا میبینن که این ملت سرپناهی نداره. یک تکثیران قرقیز بالاش چیکار کردن، ببینید موقع دیپلماتی چی بود. یک قزاق بالاش چیکار کردن، آذریا، نمیدونم ارمنیا، غیر از تاجیک کی این گونه. بعضی نوارها را ببینید ارمنی را میبرن داخل زندان، داخل شعبه پلیس، با سری بلند به همه غرور و کبر داخل میشوه، لباسش تازه فسان کسی و میدرو. تاجیک چی نگاه کنید، اینا ببینید. اتاق سود چیزی قدر یک آشغال در تنشون چی معنی داره؟ داخل سود اتاق گرم، چرا باید این گونه باشه؟ چرا؟ این روی خدا قسم بجوز از تحقیر در حق ما چیزی نیست. بجوز از تحقیر کردن، بجوز از پس زدن ما دیگر اینجا حرف دیگری نیست. بگذار اینا، بگذار با طور مثال اینا بگذار جنایت کردن. یعنی من هیچ باوری ندارم، هیچ عقل درست نمیگیره که خودی همین جوان ها دست به همین کار زده باشن. شاید اینها را فریب کردن، جای روان کردن، شاید نمیدونم، شاید احتمال در بازی های بزرگ یا را فریب کردن، جنگل ها بردن سردن، یا که شاید نمیدونم کارا کردن، خودی سه حرفه های روز و اینا را بردن قربانی کردن، بردن در جنگل سردن، ایدم شونده بیدن، خبیدن آوردن شد، خلاص شد رفت. ساعتی حادثه جای فرار اینها درست نمیگرفت، هیچ درست نمیگرفت. ماشینی زیر پای زیر دستی یا با سرعت بلندی که 500 600 کیلومتر رفتن هیچ درست نمیگرفت. ولی کسی تحقیقات نمیگذرونه. یک مقامداری رو تاجیک، یک حقوقشناس، یک دیپلمات، یک سفیر، یک وزیر، یک نماینده حکومت، نماینده پرزیدنت یک بار نشسته است در نزد خودش من حیث یک انسان باز بکنه تابلو را، حساب نظر میکنه، چنک حساب بگیره، عکس‌ها را بگیره، تحلیل بکنه، قیاس بکنه که واقعا همین حالت شدنش امکان داره یا که نه. طبیعی است که دروغ میبره، طبیعی است که یعنی که بالانس برابر نیست، قوه برابر نیست. حادثه با این جوانها برابر شده نمیتونه. اون حادثه بزرگی که اصلا چند نفر کشته شده است با این جوانهایی که در عکس میبینی هیچ برابر شده نمیتونه. اما اینا این کار کردن، جنبست کردن، گناهشون سر بیچاره مردم تاجیک زدن، تمام شد رفت. کی پرسان میشه از مقامات روس؟ کی؟ هر کسی پرسان میشه این جنایتکار. 4 ماه پس 3 ماه یک بار میبرن پس پیش دوربین، 2 ماه دیگه تاخیر گذاشتیم، با میرود 2 ماه دیگه، با میرود 2 ماه دیگه، با میرود 2 ماه دیگه، به همین 15 20 سال زندان رفت خلاص. چند روز پس میبینی از اوکراین جسداشون پیدا شد. این است دادگاه و حکم ما. بگیرید.